خدا برای حسین زیارت سروده است. خدا منان خودش براش زیارت سروده است. وقت اختصاصاتی که امام حسین داره مال دهه عاشوراست. حالا وقتش نیست که برات بگم که امام حسین اختصاصاتی که داره، یکیش این است که تنها امامی که خدای منان خودش براش زیارت سروده است حسین. خدای منان خودش براش زیارت سروده است حسین. یکی از خصوصیاتش این است که تنها امامی که خدای منان فرمود خونبهاد منم حسینه. در عالم وجود کسی بتونه با حسین برابر بشه نیست. در عالم وجود کسی بتونه با حسین برابر بشه نیست. خدا فرمود خودم خونبهادم انا دیتک. یکی از خصائص امام حسین این است که تنها امامی که وقتی بچهش کشته شد خدا بهش تسلیت داد حسین. وقتی هر مله با تیر زد خدا فرمود صبرن یا حسین، تسلیت بهت میگم بابا. ده یا حسین را بدش از خودم، بدش از خودم کنار باز مستقیم رفت از خود خدا. الله اکبر. بینندگان گرامی، الله تعالی آفریدگار سید الشباب اهل الجنه حسین رضی الله عنه و همه کائنات است، نه روزخان بارگاه ها. اما این آخوندها چه ساده بر ذات الهی افترا بسته و او تعالی را روزخان معرفی می کنند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و کیست ستمکارتر از کسی که بر الله دروغ می‌بندد؟ آنان به پروردگارشان عرضه خواهند شد. آنجاست که شاهدان میگویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید که لعنت و نفرین الله بر ستمکاران است. این رافضیان در تلاشند آنگونه که مسیحیان معتقدند که الله عزوجل فرزندش را قربانی کرده تا خونبهای گناهان بندگانش شود، حسین نیز برای پاک شدن شیعیان قربانی شده تا خونبهای جرم و جنایتهای آنان در طول تاریخ باشد. این آخوند با وقاحت تمام میگوید تسلیت برایت میگویم بابا جان، او تعالی نوکر یا پسر یا برادرزاده تو نیست که با این روش سخن بگوید، که این خود کمال جسارت در حق باری تعالی است. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. شایسته الله نیست که فرزندی برای خیش برگزیند، او پاک و منزه است. در این کلیپ مشاهده نمودید که این آخوند ادعا می کند الله متعال با امام حسین رضی الله عنه سخن گفته است و رابطه آسمان با زمین قطع نشده و ائمه حجت الهی در زمینند، به این معنی که الله تعالی پس از آنکه ختم نبوت و رسالت را در قرآن کریم اعلان نمود، دوباره برخی از بندگانش را که همانا ائمه اند به رسالت خود برگزید و با آنها سخن گفته است، در حالی که الله تعالی می‌فرماید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
محمد پدر هیچ کس از مردان شما نیست، بلکه فرستاده الله و خاتم پیامبران است. و امام علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه خطبه 133 می فرماید: الله تعالی با فرستادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی را ختم کرده است. و در خطبه 235 به هنگام غسل دادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: با مرگ تو رشته پیامبری و فرود آمدن پیام و اخبار آسمانی گسست.